من به تازگی این پناهگاه ساختم و این دو نفری که اصلا همدیگر رو نمیشناسن قراره 100 روز این پایین زندگی کنن. چشم‌بنداتون رو بردارید. آقا ایشون رین ایشون هوگو. اینا واسه اولین باری که همو میبینن و این پناهگاه اتمی قراره خونه‌شون باشه. هر چیزی که واسه زندگی تو 100 روز آینده نیاز دارید تو این پناهگاه هست. حتی خودتون میتونید سبزیجات پرورش بدید. لطفاً دنبالم بیاین. اتاق خوابتون از این طرفه 12 متر زیر زمین. وایسا ببینم چی گفتی؟ یه دونه تخت این طرف داریم، یه دونه این طرف و از همه مهمتر این شما و این $500,000 رفیق اینا واقعیه؟ اگه جفتتون 100 روزو بمونید مال شما میشه، ولی حتی اگه یه نفرتون بره هیچی گیرتون نمیاد. من نمیذارم تو دیگه بردن $500,000 با خودتونه. وای پول خیلی زیادیه. خیلی خوب، ببینیم 100 روزو دووم میارن یا نه. باورم نمیشه اینجایی. عجیبه نه؟ انگار اینجا خونه جدیدمونه. دقیقاً. و تو هم خونه جدیدم. 100 روز قراره این موها آفتابو نبینن. وقتی میتونیم خودمون سبزی بکاریم یعنی واقعا قراره بمون. فعلا که دارن خوب با هم کنار میان، ولی متاسفانه این وضعیت قرار نیست ادامه دار باشه. تو خیلی بیشوری. تو یه حیونایی ازت خوشم نمیاد. داریم برای اولین شب حاضر میشیم. امیدوارم از تخت نیافتیم پایین. شب بخیر هوگو. شب بخیر رین. صبح بخیر. این که نمیتونم بفهمم چه ساعتیه خیلی اذیتم میکنه. ما دیروز این موقع حتی همدیگه رو نمیشناختیم. راست میگی. اما الان داریم با هم صبحونه درست با میکنیم. اینکه این دو نفر تازه با هم آشنا شدن، برای بردن $500,000 باید با هم همکاری کنن. اما طبق معمول همیشه قرار نیست بهشون آسون بگیریم. اون چیه اونجا؟ به نظرم یکم مشکوکه. آره اون چیه؟ چرا این جعبه ها قفلن؟ نمیدونم واقعا. اینجا یه چیزایی هست که ما ازشون خبر نداریم. این دکمه رو میبینید؟ نکن بچه. این قرار شرایطو به شدت براشون سخت کنه، ولی خب تو روز دهم ازش استفاده میکنیم. البته اگه سر رفتن حوصله زودتر کارشون رو نسازه. امروز چی کاری؟ میخوام گیتار زدن یاد بگیرم. وقتی خودم میتونم رادیو باشم چه نیازی به رادیو هست؟ ای وای. 100 روزه میخوام اسپانیایی یاد بگیرم. امروز سومین روزمون تو پناهگاهه. آره. چالش که تموم شه بدنمونم رو فرم. تو آدم محبوب جدیدم تو این دنیایی. تو هم بالترین آدمی هستی که این پای میشناسم. چی گفتی؟ از روز 4 سختیای زندگی با یه غریبه داشت کم کم خودشو نشون میداد. یه چیزی بگم، دیشب بد خورخور میکردی. شرمنده. توشگیر میذاشتم خوب بودا ولی اشکال نداره. اگر این منو اذیت کنه این بد جور میترسونتش. این منظره بیرون پناهگاهمون. ای اینجا رو ببین همش چیز خاکه. اما از اونجایی که انصراف دادن به معنای باختن $500,000 بود، مجبور بودن با هم کنار بیان. میخوام سالاد درست کنم. من خیلی حوصله‌ام سر رفته. امروز میخوایم با کنسرو صندلی بسازیم. من هوگو ام. من رینم و این زندگی ما تو پناهگاهه. و وقتی به روز دهم رسیدیم وقتش بود که من وارد بشم. وای اون جیمیه. خب انگار خیلی داره بهتون خوش میگذره. وقتشه یکم اذیتتون کنیم. این ور اون ور اتاق 2 تا جعبه وجود داره. آره اینو قبلا دیدی. فکر میکنید چی توشه؟ یه دکمه؟ آره دکمه اوه است. خدای من. یه اسکنر دست و اون طرف هم یه اسکنر دیگه داریم. آها و نکته دیگه این که 1 دقیقه بیشتر وقت ندارید. چندلر داداش چیز کن. حالا وقتشه. خب زمان شمار شروع شد و اگه زمانتون به 0 برسه تمام پولاتون که اینجاست فوراً آتیش میگیرن. تک تک این $500,000 واسهتون تو آتیش میسوزه. اگه بخواین این اتفاق نیفته باید با هم همکاری کنید. خیلی ساده است. دستاتون رو بذارید روی اون اسکنر. همونطور که میبینید تایمر متوقف شد. در واقع هر روز سر یه زمان نامشخص تایمر فعال میشه. گفتی هر روز داره؟ بله هر روز. اگه بریم تو همون چی؟ ببین دشمن به کتفم هم نیست میخوای چی کار کنی. حتی اگه یه بار خراب کنید جفتتون دست خالی میرید خونه. باورم نمیشه. ببینم چه میکنید. وای خدای من. دیگه نمیتونم راحت بخوابم هیچ وقت. تا 100 روز اگه دیگه. یه بارم سوتی بدیم کارمون تمومه. باید تختامون رو بیاریم این پایین. باشه. هنوز حس میکنم سینم سنگینه. خوبه روزی یه بار فعال میشه ولی بده که زمانش مشخص نیست. دروغ نمیگم، استرسم خیلی بیشتر شده. همش این ترس باهامی که اون دکمه رو هر لحظه ممکنه فشار بدن. وای خدای من. رین پاشو. خیلی استرس گرفتم. پاشو زود باش. وای خدای من قلبم افتاد کف پام. خوبه خیالمون راحت امروز دیگه قرار نیست فعال بعد بشه. از هشدار روزانه هوگو رین وقت آزادشون رو صرف مطالعه و یاد گرفتن کار کردن با هم اینجا باشگاه هیوله هاست. برو پایین 2 تا دیگه برو. در راستشو بخوای به نظر میاد نیت کردن هر جور شده این پولو ببره. اما برای آزمایش همکاری گروهیشون یه رو ساعت 6 صبح رفتم تا هشدار رو روشن کنم. ببینیم چند مرد حلاجه.
یا خدا برو زود باش. نه خدایی سریع بودن. اما هوگو و رین فقط واسه هشدار زرنگ نبودن. اونا تونستن زیر 13 روز سورپرایزی که زیر کفوشا قایم کرده بودم و پیدا کنن. اون یه درپوشه؟ باورم نمیشه. حتما یه چیزی اون زیر هست. بازش کن. خدای من. انگار اینجا یه دنیای دیگه از کلی از اینا اینجاست. و حالا که خوشمزه ترین شکلات دنیا هم به کمکشون اومده، هوگو و رین 100% مصممن که پولشون از سوختن نجات بدن. ما میتونیم و با هر روزی که میگذشت اونا به بردن این $500,000 نزدیک تر میشدن. شاید اونا بخوان ما کم بیاریم ولی ما پوزشو میزنیم. از اینجا به بعد هر 10 روز بهشون یه پیشنهاد ویژه میدم. امروز روز 20. نولان صدامو داری؟ آره. دکمه رو بزن. شما جوری خودتون رو وفق دارین که هر بار در عرض چند ثانیه پول رو نجات میدید و باعث شد به این فکر کنم که به نظرتون یه دقیقه زیاد نیست. اصلا به نظرم خیلی هم مناسبه. آره. خب نظرتون با این چیه؟ من $50,000 دیگه به این استخر جوایزتون اضافه میکنم که کل پولتون بشه $550,000. اگه بذارید این یه دقیقه زمانتون رو بکنم 30 ثانیه. خوب بهش فکر کنید چون تو 80 روز آینده شما فقط 30 ثانیه وقت دارید و اگه حتی یه بار اشتباه کنید به جای 500,000 تا 550,000 تا میسوزه. بیا خوب فکر کنیم. پای پول زیادی وسطه. الان میخوایم زمان رو کمتر کنیم و اوضاع برای خودمون سخت‌تر کنیم. $50,000 ارزششو داره؟ نمیدونم. ما هر بار زیر 10 ثانیه خودمون رو رسوندیم. به نظرم میتونیم. باید قبول کنیم. باشه پس انجامش میدیم. مطمئنی؟ انجامش میدیم. از این به بعد این تایمر از 30 ثانیه شروع میشه. نولان پولا دارن میان. اینم $50,000 که بهتون قولشو داده بودم. مرسی. امیدوارم سرش نبازید. حس میکنم تصمیم احمقانه گرفتیم. نه دیگه الان دیگه نباید اینو بگیم. در واقع اونا تصمیم خیلی خوبی گرفتن. اونا حتی یه بارم نشد که نتونن زیر 10 ثانیه به اسکنر برسن و پولشون رو نجات بدن. رین قلقه این هشدار دیگه دستمون اومده. الان دیگه خیلی حوصلمون هم سر نمیره. خب روز 30 بریم ببینیم میتونیم سخت‌ترش کنیم یا نه. امروز روز 30 براتون یه پیشنهاد دیگه دارم و میخوام به جای گفتنش نشونتون بدم. بزن دکمه رو. چقدر ساکته. پیشنهاد من اینه $50,000 به پولاتون اضافه میکنیم که جایزتون به $600,000 برسه. به جاش وقتی زمان شما شروع میشه هیچ صدایی نمیاد. وقت دارید راجبش فکر کنید. آره. اما نمیتونیم زنگو پس بگیریم. اگه این آخرین پیشنهاد پولی باشه چی؟ الانش هم $550,000 داریم که تونستیم ازش محافظت کنیم. این کافی نیست؟ اینطوری از الان به بعد باید شیفت وایسیم تا وقتی چالش تموم شه. واقعا اینو میخوای؟ چقدر پول اینجاست. خب بچه‌ها تصمیم گرفتید یا نه؟ حاضرید $50,000 به جایزتون اضافه بشه ولی صدای هشدار رو قطع کنم؟ با اینکه خیلی دوست داری نمیتونی. ردش میکنیم. آره واقعا میتونید باش تسلا بخرید. همین الانش هم میتونیم تسلا بخریم. میتونید بیشتر تسلا بخرید. یا پارکشو ندارم. خیلی خوب میبینمتون دیگه. حالا کیشو خدا میدونه. ببینمتون البته شاید. باورم نمیشه گفتیم نه. جیمی بهمون $50,000 پیشنهاد داد. کی اینو رد میکنه آخه؟ رین نگفتم به اون همه پول درد داشت. بالاخره باهاش کنار میاد. مطمئنم تصمیم درستی بود. اونا در تلاش برای از دل هم درآوردن کل غذا رو جابجا کردن تا یه نقاشی دیواری واسه تیم جدیدشون مشت و سوراخ بکشن. پسر ترکوندم آره خواهش میکنم. اما کافی نبود چون هوگو از اینکه بیشتر کارا رو اون انجام میده ناراحت. مثل غذا دادن به ماهیا و تمیز کردن آکواریا خیلی حال به هم اوه زنه. چه و نگهداری از باغچه تا همیشه سبزیجات تازه داشته باشن. ممنونم. اگه هوگو نبود چی کار میکردم؟ سقط میشدی. تازه بیشتر آشپزی‌ها رو هم هوگو خودش تنهایی انجام میده. و از اونجایی که روزی 3 وعده غذا میخورن این یعنی هوگو بیشتر از 100 وعده غذا درست کرد. وای تو مثل وافل هاوس شخصی منی. نمیدونم چی حس کنم فوشه. تنش بین اونا در حال زیاد شدن بود و این وسط پیشنهاد جدید منم قرار نیست کمکی کنه. قبل از اینکه بریم تو برین اون چیزی که میک میزنه رو بیارید. نولان خیلی بی‌تربیت. اون دستگاهی که پولا رو میک میزنه. واسه شروع روز 40 آی چندلر چیز کن دیگه. چندلر و طارق الان از روی زمین $100,000 از این پولو میمیکن بره. البته هنوز نباختینش. شروع کردیم. داره میکشه. تا 10 دقیقه آینده یکی از شما میتونه با اون $100,000 که بچه‌ها میکیدن بره خونه‌شون. نفر مقابلم حذف نمیشه. اما این به این معناست که شما رفیق نیمه راه شدید و همراهتون باید 60 روز تو تنهایی بمونه تا اون $400,000 رو ببره. اگه کسی میخواد بره الان وقتشه.
شاید من برم. همه کارا رو من انجام میدم. آشپزی‌ها با منه، نگهداری از گیاها با منه. حتی با بد گیتار زدنم هم تو رو سرگرم میکنم. فکر کنم من برم بهتر باشه. نه نمیتونی بری. خب من میتونم. ما قرار بود گروه موش تو سوراخ باشیم. ما از پسش برمیاییم رفیق. زود باش. پس اون روحیه موش تو سوراخت کجاست جون دل؟ اگه میخوای به پیشنهاد بعدی بله بگی منم بله میگم. اصلا هر جا هوگو بخواد قول میدم. حس میکنم اونو انصراف بده. خب کسی میخواد $100,000 پولو بذاره عقب ماشینشو همین الان بره خونشون؟ من میگم نه. متاسفم. اما میمونم. آره کور خوندی. بیخ ریش خودت من برم اون $100,000 رو بذارم سر جاش. 10 روز دیگه میبینمتون. با اینکه هر دوشون تصمیم گرفتن بمونن، دو دلی هوگو هنوز توی این رابطه حس میشد. یه جورایی حسم شبیه کسی بود که همدمش داره باش به هم میزنه. نکنه باید میذاشتم بره. میخوام با هم رو راست باشی. تو یکم عجیبی. تو هم برای من زیادی ساده و معمولی. من هیچ مشکلی با معمولی بودن ندارم. من دوست ندارم معمولی باشم. باشه اما این حرفت زننده. میدونی تو خیلی بیشوری. چرا اینو بهش گفت؟ اون طوری سهم داد نزن. دیگه اوضاع داره خیاری میشه. شک دارم دووم بیاره. توی 4 روز آینده هوگو و رین به ندرت با هم حرف میزدن که خب اصلا برای ویدیومون خوب نیست. بنابراین تصمیم گرفتم با تغییر یه سری چیزا اوضاع رو عوض کنم. چی شد؟ اون شبیه یه اسکنر دیگه است. دارن یه آدم دیگه میارن؟ این بدترین کابوس منه. اصلا نمیخوام به یکی دیگه اعتماد کنم، اما خیلی زود متوجه میشیم قضیه از چه قراره. خیلی زود. اوضاع احوال. سلام جیمبو. نردبونم دهن ما رو. خب یه دوست براتون آوردم. چشاتونو ببندی. کسی که یه چیزایی راجع به زندگی تو جای عجیب میدونه. این شما و این رایان. سلام. خیلی خوب. تو واقعیت قدت خیلی کوتاه‌تره. حرف قراره 50 ساعت آینده پیشتون بمونه. خیلی عجیبه. حالا که تو هم وارد بازی شدی غذا بلا بود، اشکال نداره. باید مثل هوگو و رین قوانین رو رعایت کنی. من فقط سر راهم. بیا اینو هم بپوش. بهت میاد. دقیقاً 50 ساعت دیگه 50 روزتون تموم میشه. رایان تا اون موقع پیشتون میمونه. خوش بگذر. وایسا جیمی نرو. بدرود دوستان. سلام بچه‌ها. چطوری؟ تو هوگویی؟ هوگو. منم رایانم. رایان لیلیشس. خیلی خوشبختم. منم از دیدنت خوشبختم. همخونه‌های جدید. همخونه‌های جدید. بچه‌ها دارم میلرزم الان یکم استرس دارم. متاسفانه من یادم رفت کوله پشتی رایانو چک کنم. یه چیزی براتون بی آوردم. خیال. بیانسه. آره درسته. خب وقتشه که دکمه رو بزنیم. اما میخوام صبر کنم حسابی از اسکنرها دور بشن و بعد دکمه رو بزنم. وای 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 وای. آقا من سلام میرم دستشویی. باشه برو. اون ره بره میره دستشویی. من واقعا نمیتونم تصور کنم که این دو نفر حدود 50 روز اینجا موندن. هوگو و رین از هم خوششون نمیاد و تموم کردن این چالش 100 روزه براشون واقعا مصیبته. میخوام بدونم شماها اغلب زمان روزو با هم صحبت میکنین؟ آره. بعد از یه روز وقت گذاشتن با این دو نفر فهمیدم دلیل اصلی بودنم اینجا اینه که مطمئن شم هوگو و رین به روز 100 میرسن. پس امروز ما میخوایم امتحان دوستی بگیریم. امتحان دوستی جدی میگی؟ اولین امتحان اینه که روح همدیگر رو 60 ثانیه نگاه کن. آماده این 3 2 1 بریم. موفق شدم. این آخرین سواله. رین چرا میخوای به خاطر هوگو ببری؟ این یه فرصت خیلی خوب برای اونه. اون طرفدار 2 آتیشه مستر بیست باید ببره. اون آدم خیلی درستی رو انتخاب کردن. کاملا درسته. هوگو بهم بگو تو چرا میخوای به خاطر رین ببری؟ میدونم خانواده‌اش چقدر بهش کمک میکنن و بهش قابلیت انجام هر کاری رو دادن. اون واقعا میخواد برای والدینش جبران کنه. من میخوام بهش کمک کنم زندگیشو بهتر کنه. همینطوره. الانه که گریه وای کنم. خدایا. لطفاً هر دوتون یادتون بمونه که علاوه بر خودتون دارین این کارو به خاطر همدیگه انجام آره. میدین. 100%. و این پول مال شماست. امتحان دوستی کامل شد. ممنون. با قبول حضور شدی. رایان به نظر میومد همه چیز خوب شده و وقتی به روز 50 رسیدیم جیمی. میبینم پارتیش کردیم. اونا حتی با مستر بیست شکل کیک ساختن که مسلما خوشمزه. روز 5 مبارک. هر دوی شما فوق‌العاده هستین. بیا ببینم. متاسفانه 50 ساعت رایان تمام شد. مجبورم ازت بخوام اینجا رو ترک کنم. اولین چیزی که بیرون این پناهگاه میبینم صورت نولانه. ببین دیگه ما چی میکشیم. خب حالا که رایان رفت به نظرتون پیشنهاد روز 50 چیه؟ من شخصا فکر میکنم چون نصف راه اومدیم میخوای زمان نصف کنی.
خیلی هم بیرا نگو. پیشنهاد من اینه در ازای هر ثانیه‌ای که از این تایمر به من بدید من $5000 به پولتون اضافه میکنم. خوشم اومد. پیشنهادو که شنیدی دقیقه وقت به داره. نظرم 10 یا 15 ثانیه. این خیلی خطریه. خودت گفتی اگه بمونم میتونم به هر چالشی که میخوام بله بگم. 10 ثانیه خوبه؟ با 10 ثانیه موافقم. پس همینقدر کم میکنیم. خب چی شد؟ ما میخوایم 10 ثانیه از زمان کم کنیم. من برم پولو بیارم. مرسی جیمی. اینم از پولش. $600,000. خب حالا که $50,000 دیگه هم اضافه کردیم وقتشه تو این پناهگاه تنهاتون بذارم. 10 روز دیگه میبینمتون. میبینمت جیمی. خداحافظ جیمی. رسیدیم روز 51. این اولین روزمونه بدون رایان. این پایین خیلی ساکته. برای اولین بار هشدار 20 ثانیه‌مون رو تجربه کردیم. راستش یکم ترسناک بود که دیدیم زمان انقدر کم بود. ترسناک بود. بدون حضور رایان و راهنماییاش رابطه ی هوگو و رین دوباره داشت از تعادل خارج میشد. میخوام یه چیزی رو روشن کنم هوگو. ما شارژر اینو نداریم. پس فقط من از این استفاده میکنم. من یا آهنگم گوش نکنم. من همه چی بهت دادم. یکم از آناناسام خوردی، همه ی قهوه ها رو میخوری، الانم که داری مربا رو میخوری. باشه بابا، انگار نه انگار دارم دستامو میذارم کنار که $300,000 نگه دارم. تو پناهگاهی که همین جوریش هم کوچیکه، هوگو مجبور شد یکم حریم شخصی واسه خودش جور کنه. زیر زمین یه انباری هست که تبدیلش کردم به یه غار تنهایی دنج. ورود دخترام ممنوعه. خوراکیام، کتابام و مبلم هم آوردم. نقاشی کردن با موزیک خیلی کیف میده. میخوای بیای تو غار دنجم با هم بشینیم؟ ری؟ ای بابا. و با گذشت روزا تنش بین هوگو و رین باعث شد اشتباههای خیلی بدی انجام بدن. میرم به ماهیا غذا بدم. صبح بخیر ماهیا، وقت غذا خوردنه. ری! ری! اومدم! بادا دیگه! دارم میام! ری! خیلی طولش دادی، زود باش! اصلا دلم نمیخواد به خاطر سر به هوا بودن رین $300,000 رو از دست بدم. دارم کم کم زندگی عادیمو فراموش میکنم. اینقدر تو پناهگاه خوابیدم که حس میکنم زندگی تو دنیای عادی وجود خارجی نداره. انگار توی چرخه معیوب گیر افتادم. اما در نهایت هوگو و رین موفق شدن هر جوری شده نذارن من پولشون رو بسوزونم. بنابراین تو روز 60 رفتم ببینم میتونم به طمعشون بندازم یا نه. ببینیم کی دکمه رو فشار میده. من بردم. نه من برو بردم. بابا. وای چیزی نمونده بود. من میخوام راستش یه چیزی بندازم پایین. میشه لطفاً برید عقب؟ آخ جون! خب پیشنهاد روز 60 من اینه که من این $50,000 رو بهتون میدم اگه حاضر باشید روزی 3 بار دکمه رو بزنید به جای 1 بار تا آخرین روز چالش. وای خدای من. راحت باشید مشورت کنید. پسر واقعا میخوام این کارو بکنم. خیلی کار باحالیه. اما نمیدونم اگه پشت هم فعال بشه چه اتفاقی ممکنه بیفته واقعا. این که ایدئاله. نمیدونم. خب این $50,000 رو من باش چه کنم؟ میخواید بزنمش به حسابتون یا نه؟ نه. جدی میفرمایید؟ پس من زحمتو کم میکنم. فکر کنم انتخاب درستی خیلی کردی. بابت انتخاب اون معذب بودیم، اما دلمون نمیخواد به جاش یه مدت درسته. طولانی معذب باشیم. 40 روز زمان خیلی طولانیه. هوگو و رین بیشتر از 60 روز پیش وارد پناهگاه شدن. با شروع روز 61 فصل بهارم شروع شد و اضطراب رفقامونم رو به افزایش یه بود. جورایی از بیدار شدن و موندن توی فضای کوچیک دیگه خسته این شد. شده روتین جدیدمون و واقعا دیگه خوش دیگه نمیگذره. دلم نمیخواد کتاب بخونم یا چیزی بنویسم. حس نقاشی هم ندارم. همه کارهایی که قبلا باحال بودن الان رو مخ. اونا بیشتر از 66 روزه که دارن با هم زندگی میکنن، اما به نظر میاد که هوگو ترجیح میده بیشتر وقتشو تنهایی بگذره. من میرم تو غار تنهاییم یکم کتاب بخونم. تو کل روز داشتی کتاب میخوندی. فکر کنم رین از حجم مطالعه‌ای که دارم یکم ناراحتم، اما من دیگه دلم نمیخواد بیام این بالا و پازل درست کنم. چی شد؟ 2 ثانیه دست از خوندن کشی؟ فکر کنم بهتر باشه برم کتابشو قایم کنم. اینجور که بوش میاد اگه رین بخواد توجه هوگو رو جلب کنه باید خودش وارد عمل بشه. تو کتابمو قایم کردی؟ من کتاب تو قایم کردم. نه. میدونم داری سر به سرم میذاری، اما یه دسته کتاب دیگه اونجا دارم. فکر میکردم اونجان. یکم فکر کن. اون داره آزارم میده. باور کنین راست میگم، خیلی از این کارش ناراحتم. برگشتم به پیشنهادی که جیمی تو روز 40 بهمون داد. میتونستم قبولش کنم، اما گفتم نه چون پول بیشتری میخواستم.
دیگه کاریه که شده. نمیدونم چیکار کنم. میدونم چاره‌ای ندارم چون تصمیم گرفتم بمونم. نمیدونم دووم بیارم یا نه. بعد از شنیدن حسرتی که تو صدای هوگو موج میزد، تصمیم گرفتم تو روز 70 یه پیشنهاد بهش بدم که نتونه رد کنه و مثل همیشه اول بگه دکمه رو فشار بدیم. گیگی داداش بسیش. چی کار کردی؟ هر کی زودتر من بزنه. اوضاع احوال خوبه این قبل چطوری؟ از اینکه پیشنهاد روز 70 رو بدم باید از هم جدا بشید. هوگو تو برو اون بالا، رین تو هم برو پیش پوله. وقتش دیوارو به پا کنیم. این پرده بهم استرس میده. چه خبره؟ چی قراره بشه؟ کارل بی زحمت برو پولو بیمیک بالا. 200,000 تا رو میمکم. ما داریم $200,000 از این $600,000 رو میمیکیم بره بالا و درست مثل پیشنهاد قبلیم اگه کسی بره میتونه این $100,000 تا رو با خودش ببره. فکر کنم من برم. نه نمیتونی. یه نفر میتونه همین الان بره خونشون. پیشنهادو برگردوندی؟ ولی تو میتونی خیلی راحت همین الان پولتو برداری و بری خونه. تازه رینم حذف نمیشه. خوبه. اما برعکس روز 40 این بار از هم جداتون کردم تا نتونید جلوی رفتن همدیگر رو بگیرید. البته اگه میخواید برید. سخت شد. وای جیمی چرا داری سختش میکنی؟ میدونی یه جورایی داری بهش لطفم میکنی. الان به جای 300,000 تا که هر نفر میبرید اگه بمونید اون میتونه 400,000 تا ببره. پس با رفتن داری بهش کمک میکنی. آره بهش 100 تا اضافی میدم. آره نمیدونم اما حس میکنم ممکنه بره. نمیدونم اگه دست رد به سینه $200,000 بزنم بعدن خودمو میبخشم یا نه و نمیدونم چالشو میبازم یا میبرم. من داشتم با 100,000 تا میرفتم. این 2 برابر اونه. یادتون باشه اگه پیشنهاد رو قبول نکنید باید 1 ماه دیگه اینجا بمونید. دلتون واسه خانواده‌تون تنگ نشده؟ واسه خورشید چطور؟ و مهمتر از همه نمیخوای طرف مقابلت $100,000 پول بیشتری ببره؟ 5 4 3 2 آخرین فرصت واسه $200,000 پول تضمین شده. 1 اومدم پایین. امکان نداره هنوز مونده باشه. من الان این پرده ها رو میندازم تا ببینیم کی مونده و کی رفته. هیچ کدومتون نرفته. رین! به نظر من پسر واقعا آقاست. با وجود همه این داستانا باز حاضر نشد بره. هرچند پوله هم تاثیر داره ولی خب به هر حال حتی اونجایی که با هم قهر کردن و پسر رفت تو زیر زمین بعدش برگشت گفت که رین میخوای بیای پیش هم با هم وقت بگذرونیم که دختر محلش نداد. هیچ کدومتون نرفتید. رین! بعد چون هیچ کدومتون نرفتید این $200,000 رو هم میذاریم سر جاش. 10 روز دیگه میبینمتون. من به $200,000 نگفتم. شوکه شدم که نرفتی. امیدوارم بعدن افسوس نخوری چون نمیخوام چیزی راجبش بشنوم. در واقع اون پول تنها چیزی بود که کنار هم نگرشون داشت. دیگه انجام دادن این کار برام مهم نیست. بعضی وقتا سخت‌ترین بخش این چالش خاموش کردن زمانگیر نیست، بلکه زندگی با یه نفر دیگه است. به خصوص وقتی انقدر پرتوقعه. میشه برام مرغ درست کنی؟ برام تخم مرغ همزره درست میکنی؟ به نظرت وقتی کار تموم شد میتونی یه سوسیس تخم مرغ بزنی؟ دیگه خیلی داره اذیتم میکنه. از اینکه هر روز دارم همه این کارا رو میکنم خستم. بعدم نمیاد بره این کمک کنم، اما این دیگه خیلی زیاده. اگه جیمی الان میومد پایین و بهم $10,000 پیشنهاد میکرد، احتمالاً قبول میکردم. زندگی کردن با رین دیگه برای هوگو غیر قابل تحمل شده بود. رین حتی سعی نکرد سبزیجاتو از خراب شدن نجات بده. میشه این آبای گندیده رو خالی کنی؟ نمیخوای یکم بهم کمک کنی؟ نه خودت تنهایی میتونی. واقعا نمیدونستم. من برات چرخ و فلک میزنم. چه فضاحتی. نمیدونم چرا اما از رین خواستم موهامو کوتاه کنه و معلومه تو این یکی هم گند زد. خراب کردن موهای هوگو باعث شد که دیگه کاسه صبرش لبریز بشه. دلم میخوام برم. خب برو. همه پول اینطوری میسوزن و هر دومون دست خالی میمونیم. معلومه که حال هر دوشون خرابه. بیاید ببینیم پیشنهاد بعدی من حالشون رو خوب میکنه یا اوضاعو بدتر میکنه. میخوام ازتون یه سوال بپرسم و اگه درست جواب بدید تا 10 روز آینده دکمه رو نمیزنم. 10 روز مرخصی دارید. 10 روز آزادی عالیه. اما اگه اشتباه جواب بدید 5 ثانیه از تایمرتون کم میشه. وای خدمت فکر کنم شما. میدونم دقیقاً چی میخوای بپرسی. سوالمون اینه که آیا مستر بیست شکول خوشمزه تره یا اون شکلات سگیا؟ معلومه دیگه مستر بیست شکول. معلومه دیگه مستر بیست شکول. آسون بود نه؟ تو 10 روز آینده من دکمه رو نمیزنم. میتونید راحت بگیرید بخوابید. چون روز 90 قراره روز سختی باشه. رین زنگ خورد. او خدای دوباره من. میبینمت. میگم اجالتا بیا اینو بپوشون. راست میگه رفیق. 10 روز دیگه میبینیمت.
با وجود تمام تنشی که بین این دو نفر بود، گویا از بین بردن هشدار باعث شد که بتونن یکم بهتر با هم کنار بیان. حالا که زنگی نداریم میتونیم هر کاری خواستیم بکنیم. قرار این کارو بکنیم. منوی امروز دونات. رین گفته بود اصلا آشپزی و شیرینی پزی بلد نیست. همخونه این که اونجا سر دونات درست میکنه رفقا، خیلی هم خوبن. جاتون خالی. مرسی هوگو. خیلی خوب. اینم از دوناتا. امتحان میکنیم. دونات با روکش مستر بیست شکول. خدای من، مستر بیست شکول و چون عالیه. مستر بیست شکول تونست رفاقتشون رو نجات بده، بقیه روزا مثل برق و باد گذشت. اونا از زمان بیشتری که داشتن استفاده کردن تا برای روز 90 آماده بشن. کاری که باید بکنیم آماده شدن برای روز 90. بیا با هم یه طرحی بریزیم و مطمئن شیم توش میبریم. به هوگو گفتم زمان بگیره و ما از جاهای مختلف پناهگاه بدوم سمت اسکنر. از تایمر رایان استفاده کردیم. برو 261. باشه برو 4900. خب خوبه هنوز زیر 5. برو 387 357 باشه 339. خوبه. روز 90 تا 100 قراره یه جنگ تمام عیار باشه. یا سرسخت باش یا برو خونه. من سرسختم چون نمیخوام برم خونه. زمانگیر فردا یعنی روز 90 دوباره برمیگرده، اما بعد از این همه تمرین از پسش برمیاد. وقت پایین آوردن علامته. دوباره اومد. خب رسما وارد روز 90 شدیم که این یعنی باید بعد از 10 روز دکمه رو فشار بدیم. دکمه زنتون برگشت. دلتون تنگ شده بود؟ به طرز عجیبیه کماره. خیلی خوب، دارم میام پایین. این $100,000 که قراره به جایزتون اضافه بشه همین الان، اینجوری مبلغ جایزتون به $700,000 میرسه و در ازاش میخوام بهتون وقت بیشتری هم بدم و به جای 20 ثانیه بهتون 1 دقیقه زمان بدم. اما از این به بعد وقتی دستاتون رو اسکن میکنید تایمر دیگه ریست نمیشه و باید اون 1 دقیقه‌ای که دارید و تا آخرین روز چالش نگه دارید. بچه فهمیدید چی شد؟ یعنی جیمی کلن 1 دقیقه بهشون وقت میده واسه 10 روز آینده و مثلا اگه امروز 10 ثانیه طول بکشه تا به اسکنر برسن، فردا فقط 50 ثانیه وقت دارن. همینجوری هر روز از تایمشون کم میشه. اینه که بده. و باید اون 1 دقیقه‌ای که دارید و تا آخرین روز چالش نگه دارید. باشه. 1 دقیقه وقت دارید روش فکر تو چی میگی؟ یه جورایی ترسناکه، اما این پول خیلی زیادی. آره اینم هست. ما هر بار به طور میانگین زیر 5 ثانیه رسیدیم اینجا. کاملا درسته. پایم. خودشه. سرسخت باش یا برو خونه. ما تصمیممون رو گرفتیم. خب چه تصمیمی گرفتید؟ ما انجامش میدیم. مطمئن؟ آره. جنس فروخته شده پس داده نمیشه. من بغلم. سرسخت باش یا برو خونه. چیه داده؟ دیگه میبینمت. چون الان داریم برای $700,000 می‌جنگیم و فقط 60 ثانیه وقت داریم، باید یکم دکوراسیون عوض کنیم. ما مدل پناهگاه و جوری تغییر دادیم تا فقط 1 فوت از اسکنر فاصله داشته باشیم. حتی غذاهامون هم گذاشتیم این گوشه. ما 90 روز این تو بودیم و همه چی به این 10 روز بستگی داره. ببینیم چطوری میتونیم از جایی که نشستیم زنگو خاموش کنیم. بی 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 بی. 1:11. خوبه. این عالیه. عملاً هر ثانیه مهمه. از ترس اینکه ما هر لحظه امکان داره دکمه رو فشار بدیم، این 2 نفر تمام روز پیش اسکنرها بودن تا مطمئن شن آماده هر چیزیه. اوه، خودشه. شانس حالا این آوردیم. سریع ترین واکنششون بود. آره. اونا رفتن بخوابن ولی نمیدونستن وقتی ساعت از 12 بگذره یه روز جدید حساب میشه و فقط کافیه صبر کنیم تا خوابشون ببره. اینا خواب بودن ولی 2 ثانیه هم بیشتر طول نکشید. متاسفانه گول نخوردن ولی من میدونستم که بالاخره مجبورن از دستشویی استفاده کنن. بنابراین منتظر موندم که تا جای ممکن از اسکنرها دور بشن. رین بدو. عالی بود. پرواز کنان اومد یا دمت گرم. خیلی خوب، فکر کنم دیگه بتونیم بریم دستشویی. ببخشید. بله؟ برگرد اینجا. نرو اونجا. نره اونجا اونجا برگرد نه. اینجا. اجازه نداری یه قدم بریم و برتر. ای بابا. هوگو! لا
لعنتی کند بود. دیگه اجازه نداری بری دستشویی. واقعا میخوام این تنها زمان 5 ثانیه‌ایمون برای خاموش کردن زنگ باشه. یعنی فردا دستشویی قدغنه؟ باید تا وقتی که زنگ خورد و خاموشش کردیم نگهش داریم. میخوام یه خط رو زمین بکشم تا حد و حدودشو بدونه. آخه دستشویی رو که نمیشه نرفت، هرچند این چند روز آخر پرفشارترین روزا هستن. یعنی دقیقاً تیم سرویس منتظرن اینا برن دستشویی تا اون زنگه رو بزنن. میخوام یه خط رو زمین بکشم تا حد و حدودشو بدونه که تا کجا میتونه دور شه و از کجا نمیتونه دورتر شه. این خطه. شاید قانون دستشویی نرفتن رین یکم سختگیرانه باشه، ولی این قانون هوگو رو تا چند روز رو غلطک نگه داشت. اما روز 98م هوگو دوباره برگشت به عادتهای قدیمیش. چقدر طول کشیدی یکی؟ 6 و 1 صدم. هوگو تو از حد 6 ثانیه هم رد شدی. چرا؟ تا جایی که تونستم سریع دویدم. طولانی ترین زمانی که صرف کردیم تا زنگو خاموش کنیم دلیلش دستشویی رفتن تو بود. متوجه نمیشی؟ واقعا متوجه نمیشی؟ دیگه اجازه ندارم برم دستشویی یعنی؟ هوگو با این بازی اما من که باش بازی نمی‌کنم. رفتم با دستشویی. وجود این همه تنش، هوگو از فرصت استفاده کرد تا نظرشو بگه. رین رفته دوش بگیره و این آخرین باریه که فرصت دارم بهتون بگم نظرم در موردش چیه، بدون سانسور. اصلا دوران آسونی نبود، چون اولش باهاش غریبه بودم و ما 2 تا آدم کاملا متفاوت بودیم. واقعا نمیتونستم آدم بهتری برای انجام این کار داشته باشم. خوشحالم که همراه با کسی اومدم اینجا که مثل من انقدر دوست داره ببره و کسیه که منو هر روز مجبور میکنه بهترین خودم باشم. بابا عجب حرفای قشنگی زدی. قرار نبود حرفمو بشنوی. واقعا ازت ممنونم. انگار تو این چالش خیلی به هم نزدیکتر شدیم و یه جورایی انگیزه همدیگه برای بردن شدیم. آره. هر کاری که من اولش میکردم مثل این بود که اصلا هیچ کدوم گوش نمیدادیم. اما وقتی با هم آشنا شدیم دیگه آره. مسئله فقط بردن نبود. من اینطوری بودم که میخوام به خاطر تو ببرم و تو هم میخوای به خاطر من ببری. روز 100. من قراره واسه آخرین بار برم این پایین، مگه اینکه یه نفر ما رو با بمباتون بزنه. تمام 100 روز گذشته واسه رسیدن به این لحظه بوده. حاضرید؟ آره آره رفیق. آماده ایم. مطمئن؟ آماده ایم. کارل! بله. بزن دکمه رو! ای وای. این آخرین هشداره. خیلی دارید طولش میدین ها. بزن بریم. آره بریم. زود باش. زود باشید دیگه، مسخره بازی بسته. هوگو بزن دیگه. خرابش نکنی. هوگو بزن دیگه. خیلی خوب. تموم شد. 100 روز گذشته. میتونید برید بالا. این فوق‌العاده است. بالاخره میتونن بعد از 100 روز خورشید رو ببینن. بچه‌ها چقدر دلم براتون تنگ شده بود. همونطور که قول داده بودم 350,000 تا خدمت شما و 350,000 تا هم برای شما.